الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنین خدا، برادرای عزیز و مادرای گرامی قدر، هر یکی شما به این معرکه خوش آمده. خداوند از اون قدماتون، از اون دعاهاتون، از اون نفساتون در بین شما نفرهای هست که نزد خدا خیلی و خیلی قدر قیمت دارن. پروردگار با برکت نفس و دعاها و قدمهای شما در خاندان این برادر فیض و برکت عطا کنم. در دامناشون فیض و برکت یا با برکت دعا و قدمهای هر یکی شما خداوند فرزندای سالم و صالح برادر ما نصیب و روزی گرداند. الفت مهربانی که پروردگار در بین مومن و مومنه‌ها داد، مثل آدم و حوا، مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و با سارا و با هاجره و مثل جناب پیغمبر با ازواج مطهرات که صدها و صدها پیغمبرها برای ما الگوی زندگی هم که با زن و همسراشون چقدر مناسبت و معامله ها داشتن. خدای و همون الفت و مهربانی و همون یکدیگر دوستداری را خداوند در این برادری ما و خانمشان عطا فرماید و از وسوسه جین و شیطان و از آفت و بلا و کلفت خداوند عائله نو بنیاد برادر ما را نگهبان شود و خداوند هر آن نفرانی که از خاندان این برادر امید فاتحه دارند خداوند قبرهاشان و پرنور و روحاشان شاد گرداند و همه ما را پروردگار عاقبت کارمان به خیر و ایمان ما را به سلامت گرداند. آمین یا رب العالمین. چگونه که زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث امام ابو داود است که فرمودند هر وقتا که مرد و زن و نکاح نزدیک میشوند، وقتی مرد و زن نکاح میکنند، هر آدم به خودش قرینه یا نزدیکی به عالم شیطان ابلیس ها داشته. همون ابلیس هاشون ایدور می آمدیان حتی که با همین لحظ روحاشون می خراشیدیان. میگوید که وای حسرتا که نصف برنامه ما را به نکاح سوزاندیم. یعنی که حدیث امام ابو داود صحیح میگن که نکاح این فضیلت داره، نکاح این گناه رحمت داره. یعنی هر کسی که زن میگیره، هر کسی شوهر میکنه، این اصل و عیادش نبرارگی نصف برنامه شیطان سوزاندگی است. شیطان حسرت میکرده، وای حسرتا میگوید سوخت بر هم رفت. یعنی این نکاح یک رحمت است، سنت انبیاء الهی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند 5 علامت رحمت است یک روایت، 4 علامت رحمت است در یک روایت که خدا از پیغمبران برای دین و پیروای من را سنت اعلان کرد. یکم حضرت گفتند که السواک، مسواک و دندانشویی. هر کسی دهنش تازه میکنه، هر کسی دنداناش تازه میکنه، هر کسی دهنش میشوه، هر وقت نماز مسواک میزنه، با وجود او از باطن با دروغ و دشنام و حقارت زبانش یعنی چکار میکرده است؟ پاک میکرده است. حدیث هم امام احمد روایت میکنه رسول اکرم که هر کسی که همین میکرده است رازگی پروردگار در خاندان او میریخته. یعنی یکی از رازگی الله را دست آوردن این چی بوده؟ دهنی تازه داشتن. داماد محترم و عروس محترم، خوش آمده شما به عائله نو. خدا نگهبانتان شود. از همه چیز مهم این زبان را احتیاط کنید. پروردگار برای هر عضو ما سطر دادگی است، اما برای زبان ما 2 سطر داده. یکی دیوال دندان، دوم لبها که زبان ما باید احتیاط شود. امروز قهرگی ها، بی‌معنیگی ها، بی‌آبروگری ها، امروز چی قدر بین انسان ها بی‌معنیگری ها، همه این ایروی زبان است. مسواک زدن، دهن تازه کردن این ظاهر شد، باطن دهن ها را تازه کنید. زیرا که امروز ایروی دهن، ایروی این زبان انسان ها بسیار در بلاها گرفتار می شوند. حتی شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اکثری اهل دوزخ تا ایدو عمل دیدن، یک تاش ایروی زبان باشه. برای همین به نهایت لفظای زیاده در حدیث آمده که پیغمبر گفتن فانکحوا ولا تطلقوا.
نکاح زیاد کنه، زن گیره یا شوهر کنه، دخترها زنها نگرده به شوهر و به زن ولا تطلق کنه که طلاق نده. امروز اندک کار آدم‌ها زندگی‌هاشون در میان میکشن، اندک کار سری دستگیری ها میشوند، اندک کار انسان‌ها رو آیله هاشون رو فساد میکنن و مکروه میکنن و برده به حرام و باطل میرسانن. پیامبر ما امر میکنه فانکحوا، نکاح زیاد کنه ولا تطلق، طلاق نده. چون اینقدر امروز آمار طلاق زیاد میشود؟ چون امروز اینقدر آمار طلاق زیاده؟ یکی از آمار طلاق این زبانه. برای همین ابوبکر صدیق روز تبسم میکرد، حدیث امام احمد روایت میکنه، حضرت عمر آمد پرسید چرا تبسم میکنی ابوبکر؟ گفت من در خانه دویم بودم، عایشه ای خانه رسول اکرم خبر آورده، مادرش خبر کشیده که خانه حضرت فقط ما آب و خرما داریم، دیگه هیچی نداریم. من ندیده بودم، من همی خیلی بوغی کردم که قریب که حلاک شوم، من خلاص کردم. که حضرت عمر من تبسم کرد و حفصه همه کار کرده بود، منم قریب گلوش گرفتم در زمین جکیدم که یک بار دیگر اگر خاندان رسول آمده خاندان من در خبر میکشه میگه پاره میگی من خودم به دستم حلاک میکنم. خشو به حال این گونه خسرو، خشو به حال این گونه پدر عروسا که وقتی عروس گپی کجلو به معنی را که او از خاندان ده باید اولین کس شوهر یعنی که پدر هستی که او همچون راعی گوسفندچران او نگهبان کننده خانه، یک بار دو بار اگر زبانی همون خپید و خبری خانه شوهر آوردنش در همون جا جزا داد، همین طلاق نمیشود. مردای محترم شما هم همه زبانمون احتیاط شوید. ان الله یبغض الفاحش البذیء، پروردگار آدمی بدزبان دشمن گرفته بوده. آدمای بدزبان دشمن الله هم، خدا دشمن گرفته دشمن چیاره. نخوا که خواهر زن حقارت کنن، نخوا که اپای زن حقارت کنن، نخوا که مادر زن حقارت کنن، نخوا که خاله و عمه زن حقارت کنن. این در اسلام ما وجود نداره. این مودت رحمت باید باشه. نکاح یک سرچشمه رحمت است، یک سرچشمه آرامش است. این روز برای چی؟ تا نکاح ها آمدن همه خوب است، بعد یک ماه نکاح به جای یک رحمت بیاید، جابجایی بیاید، خیلی خیلی این روز به حرمتی ها میشن. یکی از همین ها مسواک است. مسواکی که ما در طهارت همون میزنیم با وجود این زبان هم مسواک کردن کنند که از زبان ما دروغ و تهمت و دسیسه ها نباید. دویمش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن التطیب، خوشبویی. همه پیغمبران خوشبویی را دوست می‌داشتن. چقدر این روز دنیا پیش رفت، این مرکزهای عطریات رو ببین، مرکزهای خوشبویی رو ببین، بهترین خوشبویی ها را استفاده برید. امام احمد روایت میکنه که پولی زندگی پیغمبر حساب میکردیان، انس بن مالک حدیث میگوید، پولی زندگی پیغمبر حساب میکردیان، پولی خرجات رسول اکرم زندگیش، پولی عطریات حساب میکردیان، پولی خوشبویی های رسول اکرم ای پولی زندگی زیاد شده. پیغمبر ما بهترین عطرها را استفاده میکردیان. حتی عایشه مادر روز میپرسند که عایشه خوشبویی داری؟ بتایی نه، اما در یک رویمال کم در خوشبویی کرده بودم، همون خوشبو هست. میگه ازت آوردن، میگه همون رویمال را تر کردن، آبی همون هم گرفتن، در بدنش چکار کردن؟ پاشیدن و به مسجد رفتن. امروز باید بدن مسلمان بوی بد نکنه، باید بدن مسلمان بوگی نباشه. همه انواع امروزه خوشبویی ها همش برای ما و شما هست. خوشبویی استفاده بریم، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که التطیب، شما خوشبویی را دوست داره که همه پیغمبران خوشبویی را دوست می‌داشتن. داماد محترم همیشه خوشبو باشه، همیشه بوی خوش کنه. ابن بطوطه روایت میکنه که یکی از زنهای صالح دخترش گسل کرده، این چادر دو نصیحت کرد که بچه‌م میخوایی که شوهر همیشه دوست داره، 10 نصیحت میکنم. یک نصیحتش همین ای بچه‌م پنجمش که همیشه کوشش کن که ای خانه بوی خوشی بلند شود. مردها بوی خوش دوست میدارن. هر کسی ای خانهش بوی خوش میبرامده، همون مرد همون زنش عاشق میشده. تطیب، خوشبویی باید ما کوشش کنیم که بوی حرق افلاسی و بدی در لباس ما، در بدن ما، در خانه خواب ما
از دست زنان ما نبروه که خاندان ما بوی بد کنه تطیب خوشبویی هست. سیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن النکاح این سنت تمام انبیاء الهی است. سنت تمام انبیاء الهی نکاح بوده. همه ما حاصل نکاحیم، همه ما حاصل عشقیم، همه ما حاصل علاقهیم. معلوم است که عشق و علاقه حلال ضرر نداشتند. اینا ببینید که اینقدر جوان مردای خوشرو، من داماد محترم و عروس محترم همه این حاصل عشقم. پدر و مادرها عشق ورزی کردن با راه حلال اینا به دنیا آمدن. اما که اینا امروز با عشق حلال دینی آینده رو دعا میکنیم که صاحب فرزندای خوب شوند. پیغمبر برای امت تشنه هم، برای امت گریه میکنم، برای امت همیشه و همیشه غم میخورم، اما چند جاش میگن که این امت من نیست. یک تاش همین بوده است که هر کس ای زن گرفتن و شوهر گرفتن اگر ایبا کرده سرکشی میکرده رسول الله گفته که امت من نیست. هر کس زن نمیگیره میگه شوهر نمیکنم پیغمبر که امت من نیست. نکاح این سنت انبیاء الهی است. نکاح این ای جانب خدا امر شدگی است. برای همین نکاح ها را طبق دستورات خدا و رسول برمی‌آوریم. من امروز دعوت شدین رحمت است، این فضیلت است، یعنی که سنت آدم و ابراهیم و انبیاء الهی را من امروز ما زنده کردیم، نکاح کردیم. چهارمین چیزی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن برای ما و شما سنت انبیاء آمده این استنجا بوده است. هر باره که دست به خواب حاجتخانه میره حتما و حتما برادر پایاناتون با آب مستحب ده. اکثریت عذاب گور ای آدمایی هستند که حاجتخانه میدراین پایاناشون تازه نمیکنن یا نمیشوان. این مستحب است. این که موضع گپ نیست. در لفظ حدیث آمده گفته است که هر باره که شما میکنید مستحب ده. مستحب همتون میدونید با آب تازه کنید، زیرا اینکه کسی که اگر با آب و همین چی مستحب و جا می آورده است این سنت انبیاء را زنده کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الدنیا کلها متاع. این دنیا همه گزوار و متریال است. بهترین متریال دنیا برای مرد این زنی خوب است. زنی خوب این بهترین متریال دنیا است. یگان چیزی دنیا در زنی خوب نمیدروید، یگان چیزی دنیا در زنی نیک برابر نمیشود، زیرا که زن برای مردها نصف ایمان است، اما زنی بعد برای مرد دوزخ است. در چندین جاها روایت میکنه که خدایا از زنی بعد و از مردی بعد خدا پناه ده. زنی بعد این دوزخ است. انسان هایی که در همین دنیا زنی به حیا دارن، زنی بد زبان دارن، زنی دارن که در همه آیله ها اونها چی میبیارن؟ قهرگی و بی‌معنیگی میبیارن. انسان ها را از شریعت و خدا دور میکنن، حق العبد پامال میکنن، بسیار شمعها را خفه میکنن، میرنجونن. این از یاد نبراریم عزیزاتی. این گونه زنها دوزخ هم برای مرد همین دنیا. اما زنی بعد در سرای مردی نکن. مرد نمازخانه خدا سرسه آدمی نغزه نفقش کار میکنه، انسانی به ناموس زنی بند داره در همین دنیا دوزخ تا میبینه. ای زنی بند همیشه دعا از خدا پناه طلب کنیم. زنها در مردی بند سه چیز غریب بده. یکم قرآن در خانه که خوانده نمیشه و عمل کرده نمیشه، دویم مسجد در محله که نمازخانه نمیروند، سومی را زیاد نبراری زنی خوب در نکاح مردی بد. ایرا نقصان منمون مرد اگر بدمست باشه، مرد اگر افلاس باشه، مرد اگر بی‌معنی باشه، زنی خوب در این مرد غریب بوده است. حتی در روایتی که امام بیهقی می‌بیاره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی در رنج و کلفت زنش که بهوده و بهدو را میرنجونه، هر چی میگه اگر صبر کنه، همه اندر گناهاش صبر کنه و تحمل کنه، با همین عمل همین گناه رو پوشانه و با همین زنه که تربیت کنه و همین از دنیا گذره، پروردگار اجر شهیدش می‌دهد. البته به این هم نمیشه، زندگی به کمبودی هم نیست عزیزو. نخواه به اندر کمبودی مرافته به طلاق رسیم، نخواه به اندر کمبودی مرافته به هر کار رسیم. برای پیامبر اکرم دانست که ای جانبی زنها رنجش زیاد میشوند، اما حدیث امام احمد را روایت میکنم هر زنی که در کلفت و آزار و شکنجه شوهرش به موارد او هم طاقت میکنه،
پروردگار برای او در هر کاری خیر دو اجر می‌دهد. بعد از اون پرسیدم که مسافه اجرها چند که یا رسول الله؟ تو بین زمین و آسمان همش اجر در یگان جای اسلام نیامده که در طلاق جدا شوید. کدام زندگی به کمبودی است، کدام زندگی به گپ است. خوشا به حال انسانی که به این برنامه ها زندگی کند. از این عمر رو میپرسیدم که برای زندگی ما رو تعلیم ده، حضرت داد ما رو لای دریا میبودیم، دریاچه نگاه میکنن گوی خروش بلند پس میانه میگه همین زندگی رو یاد گیره. زندگی رو که دایره هست، یا روز دورنده ای، یا روز ناداری، یا روز فقیری، یا روز خاک میشه. همین نه دنیا، انا همین یاد گیره. مگه میخوای که زندگی با سعادت یاد گیره؟ میخوای که زندگی با سعادت یاد گیره؟ اگر قربانی زندگی کنه در زندگیشون مشکلات پیدا نمیشه. چون مشکلات پیدا میشه؟ مرد و زن قربانی نیست. چون مشکلات پیدا میشه؟ نه مردکا به مقصد دیگر قرآن قدی عمل میکنیم، نه زنکا به قرآن عمل میکنیم و هر روز قسم به خدا زندگی ما اگر قرآنی نباشه که ما را هیچ محکمه و هیچ کس خلاص کردن نمیتونه. اون محکمه و قانون و قاعده ما را حرمت داده نمیتونه، ما را عزت داده نمیتونه. عزت و آبرو قسم به خدا در عمل کردن به قرآن است. برای همین به قرآن که زندگی نمیکنیم زندگی ما مشکلات داره، مشکلات روانی پیدا میشود، مشکلات مقصد دیگر جسمی پیدا میشود، مشکلات روحی پیدا میشود. امروز ببینید که در یک سال 15,000 عائله از ملت خود عیش‌ها رو زنش داشته. این شوخی وبایی، این درد، این زیادشوی یتیم، این زیادشوی فاحشه ها، این زیادشوی در اخلاق جامعه دوست و غارتگر است. اگر 5,000 تا این فرزند داشته باشد ریشش چی است؟ مرد و زن همه احترام داره. این تعلیمات رسول اکرم. برای همین دعا میکنم که پروردگار مجلس خیر گردون و این برادری ما را به حق 99 تا نام پاک فرزندای سالم و صالح نصیبش گردون. از آفت بلا و کلفت نگهبانش داشت. انا همون زندگی شایسته دینی و قرآنی را که خودت وعده کرده، حبیب وعده کرده، شایسته و نصیبی همین خاندان گردون. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم.